اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله و بعد. از الله متعال سپاسگزاریم که بر ما شما توفیق ایده نصیب کرد که بازم بر فهم دین الله متعال جمع بشه و از الله متعال استدعا داریم که حقیقت دینش را بر ما تعلیم بده و توفیق عمل خالصانه به او نصیب ما بکنه و توفیق دعوت حکیمانه را بده و توفیقی را بده که برای حاکمیت شریعت الله تلاش بکنیم. موضوعی را که امروز انشاءالله سرش بحث میکنیم بحث در مورد قاعده 14 از قواعد عقیده در نزد اهل سنت است. دوستایی که در درس‌های قبلی تشریف داشتن مفهوم گپ مرا خوبتر درک میکنن. مختصر موضوعی بود که ما گفتیم برای شناخت قرآن و سنت به عنوان مصادر اصلی دین نیاز داریم که منهجی را که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم داشتن را داشته باشیم، به دلیل ای که ایمان صحابه و فهم صحابه مورد تایید خود قرآن هست. الله متعال اونها را تایید کرده، ایمانشان هم تایید کرده و صدق ادعایشان در مورد ایمانداری هم تایید کرده و ما را دستور هم داده که از اونها پیروی بکنیم. در آیات متعددی رسول الله صلی الله علیه و سلم میره گفته. حالا به خاطر از این که ما دقیق تر بفهمیم که صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم کدام منهج برای تعلیم دین داشتن، روششون در فهم دین چی رقم بود، علما از مجموعه عمل کرده که صحابه داشت یک سلسله قواعد استنباط کردن و ما در مورد این قواعد بحث کردیم. امروز در قاعده 14 هم رسیدیم. به خاطر دوستا ما حداقل عناوینش درست بفهمن تکرار میکنم. قاعده اول از قواعد عقیده در نزد اهل سنت، یعنی در نزد اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم بود که مصادر عقیده در نزد از اونها توقیفی است. توقیفی بودن به معنایی که متکی به وحی است. وقتی ما میگیم عقیده یعنی چیزهایی که انسان باید معتقد و باورمند باشه به اونها ولو مفاهیم غیبی بوده باشه و اینها از طریق دیگه چیز به دست نمیآیند، از طریق حواس انسان به دست نمیآید، از طریق مثلا عقل به دست نمیآید، از طریق تجربه به دست نمیآید. اینا متکی به وحی است. به همین خاطر گپ اول، قاعده اول در نزد صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم این بود که این گپ اول هم بود که مصادر عقیده در نزد از اونها بر مبنای توقیف استوار هست و مصادر وحیانی است و وحی هم یا قرآن هست یا هم سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. تفصیل این موضوع را هم ذکر کردیم. مورد دوم، قاعده دوم در نزد اهل سنت است که فهم سلف را در عقیده و در عبادت حجت میدانند. یعنی وقتی ما به یک چیز معتقد میتونیم باشیم، از قرآن یک عقیده را میگیریم یا سنت پیامبر یک عقیده را میگیریم که حتما میفهمه باید صحابه داشته باشه و اگر ما حالا بیایم یک عقیده را از قرآن استنباط بکنیم یا یک عمل عبادی را از قرآن استنباط بکنیم که نه پیامبر گفتن و نه صحابه، امی فهم ما غلط است. دقت کردیم؟ پس هرگاه یک نفر امروز مثل که بعضی از مردم پیدا میشن به تعبیر خودشون میگه ما باید بیایم تفسیر جدیدی از قرآن را کنیم. خیلی از مکاتب و جریانات فکری منحرف پیدا میشن میگه ما باید یک تفسیر مطابق روز برای مردم بدیم. او در زمینه‌های اجتماعی ممکن ما بعضی از موارد را بتونیم در نتیجه تجربه‌های سالم که در تضاد با دین نباشه از او پیروی بکنیم، مشکل نداره، اما در مسئله عقیده نمیشه. در عقیده و عبادتی کار امکان نداره که ما چیزی را از عقیده از قرآن و سنت بدانیم که صحابه او را نفهمیده بود. پس هرگاه ما به موضوع باورمند باشیم و معتقد باشیم که صحابه به او معتقد نبوده باشه و امیر اسلام بدانیم این نیست، اسلام نمیتونه بوده باشه. و امور رقم عبادت، یک نفر بیاید امروز از یک آیت قرآن کریم یا از یک حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم به گونه استدلال بکنه بر انجام یک عبادت که صحابه او را رقم نفهمیده بود، این برداشت غلط است. مثلا یک بار یک جوانی صحبت میکردم در مورد این روش ذکر آمد. ما گفتیم ذکر یک عبادت است، فضایل بسیار زیادی در قرآن و سنت بر از او ثابت است، اما طریقه عملی از این عبادت از پیامبر صلی الله علیه و سلم میگیریم. اگر کسی استدلال میکنه از یک آیت حدیثی که پیامبر رقم عبادت نکرده و صحابه رقم نکرده، این بردود است. مثلا گفتم می بعضی از صوفی صاحبای ما امروز کار عجیب و غریب میکنن، خیزک و جستک مثلا خرط میزنن روسو میرن چی میکنی، میگه ما ذکر میکنیم.
ما گفتیم این غلط است و این خلاف شریعت است و این بدعت است. ما گفت که نه صحیح است. از کجا این گپ میگی؟ گفت چرا قرآن کریم نمیگه الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم؟ خب اگه ما خدا انداختیم تو شورای اقدام دادیم یا استاد شدیم. گفتم امی آیات پیامبر دیده بود ندیده بود، امی رقم ذکر کرده بود، امی آیات صحابه هم دیده بود ندیده بود، تو این رقم استدلال بکنی خب این چون در تضاد با گپی است که پیامبر ذکر نکرده. قطعا پیامبر ذکر کرده، بزرگترین ذکر پیامبر صلی الله علیه و سلم، بزرگترین ذکر کننده اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم چی رقم ذکر کرده بود؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم الفاظ ذکر هم بر ما معین کرده، بعضی موارد تعدادش هم بر ما معین کرده، بعضی موارد زمانش هم بر ما معین کرده، همه چیز بر ما گفته. این نیست ذکر پیامبر صلی الله علیه و سلم. این ذکری که الله متعال میگه این نیست، نه اینکه تو بیای از دل خود رقص بازی عجیب و غریب برا بندازی های هوی نفهم میگه مرا گرفت دیگهش میگه پای مثل که شما داخل اگر از ذکر ندیده باشین ویدیوهاش انا خود دیدین که کار عجیب و غریبه. ولی این به نام عبادت اگر کس بتونه در حالی که پیامبر هم فهم نداشت، این فهم چیست؟ فهم مردود است. و این قاعده دوم در قواعد اهل سنت هم است که عقیده و عبادت را که از قرآن و سنت میگیرن فهم سلف را برای خود معیار قرار میدن، به خاطر که اگر این را نگیریم دریچه باز میشه که دیگه هیچ چیز باقی نمیمونه. خیلی از جریانات آمدن مثلا در مورد اصل مفهوم وحی و در مورد اصل مفهوم رسالت، در مورد اصل مفهوم قرآن بحث میکنن. این جریاناتی هستن کسانی میگه که همین وحی در اصل پیام الله متعال نیست، یک به اصطلاح خودشان نواندیشی دینی ان، نواندیشان دینی ان که یک تفسیر جدیدی از اسلام را میکنن. میگن که ما دیگه نمیتونیم بر اساس تفسیر سلف پیش بریم، مثلا سلف باورمند بودن به این که ما نمیتونیم با کفار دوستی بکنیم، حالا دیگه کمی وضعیت زندگی ما پیش رفته دیگه، حالا ما در کشورهای اروپایی هم هستیم، نمیشه که از همسایه ما اگر در جشن کریسمس ما دیگه باز نمیشه که برش عید مبارکی نتم دیگه مجبوریم تبریکی برش بتم. حالا او فهم سلف چون با در تضاد است، من میام یک فهم نوکی را میکنم که از اینا جور باشیم. حالا مثلا فهم سلف با بعضی از موارد جور نمیشه، مثل موسیقی و چیزای دیگه، حالا خود جزء زندگی ما میگه شده دیگه، پا نمیشه که ما سر از این پافشاری بکنیم. میگم که مشکل نداره. موسیقی هم اگر کدام نص میگه برش وارد نشده خلاص ما یا زندگی خیلی موارد دیگه هم شما حتما بارها شنیده باشین. یا مثلا مفهوم جهاد و قتال به معنای جنگیدن میگه نیست که اگر ما بگیم که بله ما کسی که دین قبول نکنه یا حاکمیت الله را قبول نکنه کاتش میشیم میگه میگه جرمه، نظر به شرایط امروزی میگه جرمه. ما میگه منظور از جهاد امو دعوت است یا امو تلاش است، هر نوع تلاش که آدم در کار خیر میکنه. نفهم تو برو دست یک فقیر هم بگی جهاد است، دست نفهم یک بی‌وزن هم بگی جهاد است. نه، این حکم جدا هست، جهاد حکم جدا و مستقل است. حالا از احکام از آیات قرآن کریم تو یک فهم میخواد بکنه به این گمان که گویا ما به اصطلاح فهم اسلام را مطابق شرایط زمانه بیان میکنیم یا تفسیر و قرائت جدید از دین را میکنیم. اما اونا تکلیفشون همیست. شما ما اونا رو شوخی میکنیم میگیم اینا کهنه اندیشای بیدینی ان، اونا خدا نواندیشای دینی میگن. اینا متگفن میگن ما قرائت جدید یعنی تفسیر جدید از دین را بکنیم که سازگار با شرایط امروزی باشه. کافراس پیش ما خفه نشن، اینا در دلشان کدام چیز گپ بر نکردن، نمیشه که کمک دل از اینا را مد نظر بگیریم. اگه خدا خوش شد خود، اگه نشد اینا مهمتره. نمیشه یک تفسیر جدید از دین میخوان را بکنه، در حالی که قاعده دوم است که حجیت فهم سلف معیار است. هر عقیده و هر عمل عبادی ولو از خود دین استدلال شود، ولو از خود آیت استدلال شود، ولو از خود حدیث استدلال شود، وقتی در تضاد با فهم سلف بود مردود است. مثل که امی مردم یک گپ جدید دیگر هم دارن به نام پلورالیسم دینی، کثرت‌گرایی دینی. در آیات قرآن کریم الله متعال به صورت عام ذکر میکنه کسانی که ایمان دارن، یهودیان یا نصرانیان باز و صایبین من آمن بالله و الیوم الاخر، کسانی که ایمان به الله و روز آخرت فلا خوف علیهم و الله یحزنون. میگه که از این آیات استدلال میکنن که همه ادیان حقه. میگه نمیبینین خدا قرآن کریم گفته، در حالی که خیلی از آیات دیگر مد نظر نمیگیرن. الله متعال در آیات قرآن کریم که میگه اگر کسی بین یک پیامبر فرق ایمان میاره و به بعضش ایمان میاره و بعض دیگهش ایمان نمیاره، اولئک هم الکافرون حقا. قرآن کریم میگه امینا کافر اصلی هستند. پس وقتی یک مسیحی رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله قبول نداره قطعا مردود است و او را ما دینش به حق دانسته نمیتونیم، عقیدهش به حق دانسته نمیتونیم. اما در سایر ابعاد، یعنی منظور از این قاعده که ما میگیم که فهم سلف معیار هست، امی مفهوم است که کسی نمیتونه در اسلام یک عقیده را یا یک عبادت را جدیدن بیاید بیان بکنه که صحابه او رقم عقیده نداشتن و صحابه او رقم عبادت را نکرده بودن. اگر کسی این کار را میکنه ولو استدلالش ظاهرا از قرآن حدیث باشه که در اصل نیست، اگر باشه هم مردود هست و اعتبار نداره. و مبحث سوم این بود که ما به عنوان مسلمان در مقابل نصوص دینی که قرآن و سنت است اول باید ایمان بیاریم و تسلیم باشیم به او و او را تعظیم بکنیم. ایمان هم بیاریم بهش، تسلیم هم باشیم به او را تعظیم هم بکنیم به نصوصی که در قرآن و سنت میاد، چون اینا منابع اصلی دین ما هستن.
و معنای ایمان داشتن به او یعنی که تصدیق بکنی از جانب الله است و تسلیم ظاهریش هم باشی و جایگاه از او هم بزرگ بپنداری. مثل که بارها را تکرار کردیم خیلی از مردم هست برش وقتی آیت قرآن میگیری و قدر در دلش بزرگ نمیآید و قدر او عظیم نمیدانه، اما وقتی برش میگی فلانی دانشمند غربی تو گفت، باز دیگه تو فکر میکنی که گپ بسیار مهم و کلانی را گفتی، یعنی او را در قلبش خوبتر میپذیره به نسبت یک آیت یک حدیث، تعظیم کامل برای از او گپ میکنه بجای از اینکه به عنوان مؤمن به آنچه که الله و پیامبر گفته باید تعظیم بکنه. پس قاعده سومی است که مؤمن به آنچه که از الله تعالی پیامبر گفته اول ایمان میاره و بعد به او ظاهرا هم تسلیم میشه و او را تعظیم میکنه، بزرگ میپنداره. سخن هیچ کسی را مقدم به سخن الله و پیامبر نمیکنه و الله تعالی میگه لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، شما پیش دستی نکنید از سخن الله و پیامبر و سخن هیچ کسی را در مقابل سخن الله و پیامبر استدلال نکنید. این قاعده سوم به تفصیل از این هم بیان کرده بودیم. قاعده چهارم هم است که ما وقتی خواسته باشیم یک حکم شرعی را در یک مورد بفهمیم، همه آیات و احادیث را در اون موضوع مشخص جمع باید بکنیم و هر آیت و حدیث در جایگاه مشخص خودش قرار بدیم، بعد میتونیم مفهوم کامل بگیریم. خیلی از جریانات منحرف به امی خاطر منحرف شدن که در یک مورد مشخصی کل آیات و احادیث جمع نمیکنه، یک آیت میگیره یک حدیث میگیره 10 آیت حدیث دیگر رها میکنه، در فهم دین در خطا واقع میشه. به عنوان مثال این تفسیرش گفته بودیم، رسول الله صلی الله علیه و سلم بعضی وقتا به خاطر از اینکه از ما را از یک عمل منع بکنه تهدید کرده، یعنی انذار داده ما را، بسیار ترسانده که فلانی عمل ترک بکنین، فلانی عمل بد است. خوارج این اعمال اینمی نصوص آمده نظر گرفتن و اون نصوص دیگه ای که از بخشش و فضل و احسان و رحمت الله سخن میگه اون چیزی نگفتن و همین خاطر اونا میان اینطور تعریف از ایمان میکنن که اگر کسی یک گناه را هم مرتکب شد کافر میشه. استدلالشان هم از کجاست؟ از قرآن و حدیث استدلال میکنن. کدام آیات و احادیث استدلال میکنن؟ اونمو آیات و احادیث را استدلال میکنن که در شریعت به خاطر به اسلام نهی کردن از یک عمل وارد شده و تهدید کرده. مثلا میگه سباب المسلم فسق و قتاله کفر، دشنام دادن به مسلمان فسق است و قتل از او کفر است. این پیامبر مثلا گفته یعنی اگر نفر یک مسلمان کش کافر میشه کاملا؟ نه نمیشه کافر. بلکه پیامبر چرا تو گفته؟ به خاطر تهدید گفته که یک نفر بسیار ایره مثل کفر واره بد ببینه و دور شود. اما اینا را امیر اصل قادن او آیت دیگه قرآن کریم نادیده گرفتن که قرآن کریم میگه و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، هر دو طایفه از مؤمنین با هم چی بکنن؟ قتال بکنن. پس اینا با وجود که قتال میکنن کافر نیستن. الله تعالی اونا رو مؤمن گفته. ولی این آیت باید مد نظر بگیریم. دقت اون آیت نمیکنن، فقط یک آیات و احادیث مد نظر میگیرن دیگه شرط میکنن. یا مثلا مرجئه کسانی را میگن که میگن ایمان تنها تصدیق است، تنها دلت که تصدیق کردی دیگه ولو عمل هم نکنی مشکلی نداره. اینا به چی استدلال میکنن؟ به او احادیث استدلال میکنن که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه من قال لا اله الا الله دخل الجنه، یا میگه که اگر کسی لا اله الا الله تصدیق داشته باشه داخل جنت میشه. خب آیا معنای همین حدیث نیست که کل ایمان همین حدیث توضیح داده؟ نه، خیلی از احادیث دیگه هست که در مورد ایمان بحث کرده. تو وقتی مفهوم ایمان میخوای بفهمی کلی احادیث و آیات کنار هم قرار بدی، بعد میتونی بفهمی که منظور قرآن کریم چی بوده در مورد ایمان. اونایی کار نمیکنن، یک دو دانه حدیث میگیرن دیگراشو کاملا چی میکنن؟ رها میکنن، در مغالطه واقع میشن. پس منهج اونها در فهم عقیده ای بود که مجموعه از آیات و احادیث در یک مورد جمع میکرد، بعد از اون موضوع هر کدام از اونها را میفهمیدن. و قاعده پنجم از قواعد اهل سنت، از قواعد عقیده در نزد اهل سنت است که باورمند به ایستن که همه مفاهیم اعتقادی که نیاز از بنده مؤمن به او باورمند باشد در قرآن و حدیث توضیح داده شده. همه مسائلی که مرتبط به عقیده هست و نیاز است یک مسلمان به او باورمند باشه، این در قرآن و حدیث آمده کامل است. در عقیده اسلام به اصطلاح چیزی را نگذاشته که یک نفری از دیگه جا بیاد صحبت بکنه، از عقل خود بیاد صحبت بکنه، چون مفهوم عقیده هم نیست که یک نفر به مفاهیم غیبی معتقد میشه و هیچ راهی برای شناخت از اونها بجز قرآن و سنت وجود نداره. قاعده پنجم هم است که انسان معتقد باشه و باورمند که هر آنچه که ما در عقیده نیاز داریم الله و پیامبرش او را برای ما شما بیان کرده. این قاعده پنجم. قاعده ششم هم است که نصوص را، منظور از نص یعنی ظاهر حدیث و آیات را میگیریم. چی رقم بفهمیم؟ معنای ظاهریش را میگیریم و اینطور نیست که به دنبال معانی باطنیش بریم. مثل که یک عده از فرقه ها اما طور آمدن به تعبیر خودشان تفاسیر باطنی از دین را کردن. مثلا پیامبر صلی الله علیه و سلم قرآن کریم الله تعالی گفته و اقیموا الصلاة، نماز بخونید. معنای ظاهری از این خود پیامبر صلی الله علیه و سلم عملا انجام داد. خود پیامبر یک سلسله از اقوال و اعمال را انجام داده و از گفته صلوا کما رأیتمونی اصلی. این نماز است، اما نمازی که الله گفته و اقیموا الصلاة، نماز را برپا بدارید. پیامبر خودش عملا او را اجرا کرده.
نماز خونده و نماز را مجموعه از اقوال و افعال را انجام داده و باز گفته صلوا کما رأیتمونی. یک آدم میگن نه منظور از نماز این نمازی نیست که تو گاهی وقتا متاسفانه مردم به حرمتی هم میکنن، خدا تا بالا بکنی تا بالا بکنی که من نماز. نه، فقط در یاد خدا که باشی کافی است. و میخواد یک دیگه مقاش هم تو گفتن چند نقطه تشم خدا پات میگیره میگه این من نماز خوندم. تفسیر چی میکنن؟ تفسیر باطنی میکنن. میگه مثلا منظور از روزه این نیست که تو مثلا از به اصطلاح طلوع قبل از طلوع آفتاب تا وقت غروب آفتاب چیز نخوری. این منظور از بلکه منظور از روزه یعنی خودداری کردن، یعنی کارهای بد نکنی می روزه. این تفسیر چیست؟ تفسیر باطنی است. میگه منظور از حج که الله متعال گفته ولله علی الناس حج البیت این نیست که حتما تو برید در گرد خانه کعبه طواف بکنی. نه، منظورش از حج است که تو دلت متمایل به طرف خدا باشه. همین که بود کافی است. این میگن تفسیر باطنی از دین. و متاسفانه یک عده از فرق می عقیده داره. مشهورترین از اینها مثلا به نام باطنی سابق مشهور بود و فعلا هم که بعضی از کسانی که امی عقاید را تا حدود در خود حفظ کردن اسماعیلیه هست و یک عده از این جریان‌های نواندیشی دینی هم میگپاره میگن. اونا هم میگپاره میگن تفسیر باطنی میخوان از دین را بکنن که اساس احکام کاملا چی میکنن؟ تعطیل میکنن. میگن مثلا منظور از این قرآن کریم که گفته که والسارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما این است که دستش براستی قطع کنی. منظورش است که دستش بگیری یعنی نمونیش دزدی کنه. در حالی که خود پیامبر صلی الله علیه و آله عملا همین حکم تطبیق داده. پیامبر چه رقم تطبیق داده؟ عملا دست دزدی خلاص. اینا میگن نه منظور این باز متاسفانه به اصطلاح خودشون مطابق همون که گفتن مطابق تفسیر زمانه میکنن. میگه یکی اگه ما بگیم دست دزد قطع میکنیم این خلاف بشر است، خلاف نفهم ارزش‌های انسانی امروزی است، خلاف فلانی و فلانی و فلانی است. همیشه که ما یک چیزی رو بگیم و همین خاطر میگه منظور از این که وسارق و سارقه فاقطعوا ایدیهما یعنی نیست که دست قطع کنی. منظور است که نمونیش دزدی کنه. یک تفسیر را میکنه و این تفسیر مردوده. و همین خاطر قاعده ششم هم است که ما ظاهر نصوص را امور رقمی که خود پیامبر تفسیر کرده میگیریم. امور رقمی که خود پیامبر تفسیر کرده. وقتی پیامبر گفته وقتی مصالحات خودش گفت، وقتی قرآن کریم گفته که ولله علی الناس حج البیت، پیامبر عملا مراسم و مناسک مشخص انجام داد و بر صحابه گفت خذوا عنی مناسککم، بیاین از من مناسک حج را یاد بگیریم. یا مثلا پیامبر صلی الله علیه و آله روزه خودش مشخصا تفسیر کرد. یا مثلا زکات خود پیامبر صلی الله علیه و سلم مشخصا چی کرد؟ برای ما تفسیر کرد. گفت از این قدر مال باید بر دیگران بپردازیم و تفصیل از این ما بحث کرده بودیم. قاعده هفتم از قواعد اهل سنت است که بین عقل صریح انسانی و بین نصوص معتبر شرعی تضاد نیست. بین از اینها تضاد وجود نداره. عده‌ای از مردم با این استدلال که فلانی آیت و فلانی حدیث مخالف عقل است میخواد معنای اصلی از رو چی بکنه؟ تعویل بکنه. یعنی معنای ظاهریش نمیگیره، یک معنای باطنی ازش میگیره. چرا این گپا میگن؟ میگن به خاطر اینکه خلاف عقل است. اهل سنت معتقدن به این که هیچ آیتی و هیچ حدیثی که ثابت باشه، یعنی مثلا آیات کلش ثابت است، آیات قرآن کریم، احادیث ثابت، منظور از احادیث ثابت یعنی سند معتبر داشته باشه که حدیث صحیح باشه. وقتی حدیث به درجه صحت رسید، این باز دیگه در تعارض با عقل قرار نمیگیره. در تعارض با عقل قرار نمیگیره. اگر گاه وقتا یک نفر عقل را با نقل، عقل را با آیات و حدیث در تعارض فکر میکرد، یا مشکل در چیست؟ مشکل در فهمش است از آیات و حدیث، یا ای که عقل خودش کدام چی داره؟ کدام مشکل داره. اما به صورت قطعی یک موضوعی که از لحاظ عقلی خیلی واضح فهمیده شود، درست بودن و نادرست بودنش، او در تعارض با قرآن و حدیث قرار نمیگیره. چرا؟ به خاطر که عقلم یک خصوصیت است که الله برای انسان داده و توسط امیست که ما دین میفهمیم و وحی هم پیام کیست؟ پیام الله متعال. یعنی هر دوی از اینها نیروهایی است که الله برای ما داده و اینا در تعارض با هم دیگه قرار نمیگیرن. پس نقل صحیح در تعارض با عقل صریح قرار نمیگیره. این قاعده است که و هیچ کسی هم ثابت کرده نمیتونه. در طول 14 نزدیک بیشتر از 14 قرن میشه هیچ کسی هیچ آیت و حدیث صحیح پیامبر صلی الله علیه و سلم را نمیتونه بیای معرفی بکنه که در تعارض با چیز؟ با عقل است. البته بعضی از احادیث مردم گفتن فلانی حدیث، اما علما جواب از اونها را گفتن و جواب از اونها را دادن و توضیح درستی از اون حدیث را برای بیان کردن. خیلی از وقتا مردم مثلا اول گاهی وقتا در جامعه ما خصوصا این مرض بیشتر است که حتی کسانی که منسوب به علمن
احادیث تفکیک نمیکنن، احادیث صحیح و غیر صحیح تفکیک نمیکنن. بارها ما خودم از زبان علما در منابر شنیدیم که احادیث موضوعی و جعلی را برای مردم گفته میرن که واقعا اونا خلاف عقل و منطق است. و مثال های زیادی هم متاسفانه ما داریم. یک دم الله های جاهل میان در منابر استاد میشن که نمیفهم فلانی ادرار پیامبر صلی الله علیه و سلم خورد یا فلانی رو کرده. این چتیات که شاید شما شنیده باشین. خب این واقعا خلاف عقل است. آیا امی در منابع اصلی دین هست؟ نه، قطعا در منابع دینی تو چیزی وجود نداره. ولی اگر روایت هم باشه، روایت چیست؟ روایت ضعیف است و روایت منکر است. روایات ضعیف نمایندگی از دین کرده نمیتونه. مثل که یک نفر مشهور از رفعات اجتماعی که یک چتیات گفته بود، باز ملحدین بیشتر امی گپا را دلیل میگیرن، سر دین تعرض میکنن. خب این قاعده هفتم بود و تفصیل از این بیان کرده بودیم. موضوع هشتم و قاعده هشتم در فهم عقیده است که در او مسائل اعتقادی که الله و پیامبر چیز نگفتن، ما هم چیز نمیگیم. در او مسائل اعتقادی که الله و پیامبر چیز نگفتن، ما هم چیز نمیگیم. چرا چیز نمیگیم؟ گپ اول به خاطر ای که اگر فهمیدن و معتقد بودن و باورمند بودن به او موضوع اعتقادی نیاز می بود، الله حتما او را میگفت. الله چیز را فراموش نمیکنه. و ما کان ربک نسیا. و اگر الله متعال را نازل کرده بود، حتما پیامبر صلی الله علیه و سلم او را ابلاغ میکرد، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم چیز از شریعت پنهان نکرده. قرآن میگه بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. و رسول الله صلی الله علیه و سلم حقیقتا رسالت خود برای مردم ابلاغ کرد و هیچ چیزی از دین را پنهان نکرد. پس آنچه که در شریعت نیامده به عنوان یک عقیده دینی سرش بحث نمیکنیم. دقت کردیم؟ به خاطر چی سرش بحث نمیکنیم؟ به خاطر این که در طول تاریخ اسلامی خیلی از جریانات آمدن در اون مسائل گپ زدن که الله پیامبر گپ نزده بودن. هر کدامش باز اختلاف کرد. یکیش رفت به دنبال یک دیدگاه، یکیش به دنبال دیگه دیدگاه، یکیش به دنبال دیگه دیدگاه. فرق و مذاهب و جریانات بسیار زیادی ایجاد شد که بین هم دیگه چی شدن؟ در اختلاف شدن. این کافر میگه، اون کافر میگه، اون کافر میگه، این کافر. اگر ودیو عجیب غریب شده. شما تقریبا اکثریت جریانات منحرف را اگر مطالعه کرده باشین، عقایدشون در اون مسائل بحث میکنن که الله پیامبر در امور چیزی نگفت. اینا ناخ بحث میکنه، این باز یک نتیجه را میرسه، میگه گپ ما حق است. دیگه به یک نتیجه دیگه میرسه، میگه گپ ما حق است. ده ها دیدگاه و دلیل مطرح میشه و با هم دیگه چی میشه؟ در اختلاف کلانی واقع میشن و متاسفانه مفاهیم اصلی دین چی میکنن؟ مغشوش میسازن و بجای از اینکه فهم درست دین، یک فهم غلط و وارونه و برعکس از دین ارائه میکنن. این قاعده هشتم. و قاعده نهم است که ما در اصل امر رقمی که بیشتر در قاعده دیگه توضیح دادیم که ما ظاهر نصوص را میگیریم. اگر یک معنای ظاهری نصوص با معنای لغویش اگر تطابقت پیدا کرد، معنای چی ترجیح داده میشه؟ امی معنا که هم معنای ظاهری نزد گرفته میشه، معنای لغوی و معنای اصطلاحی شردوش. اما گاه وقتا اگر بین معنای لغوی و بین معنای شرعی یک نص اختلاف واقع شد، ما معنای شرعی را ترجیح میدیم. مثلا لفظ بیشتر هم دیگه گفتم، لفظ صلات در قرآن صاد لام الف زبر ا و ت چیز که برش میگن عرباتی تانیس، این در لغت به معنای دعا هست. قرآن به همین معنا به کار رفته. الله تعالی میگه ان صلاتک سکن لهم، تو بر از اونها دعا کو، دعای تو باعث آرامششان است. اینجا در لغت به معنای چی به کار رفته؟ به معنای لغوی به کار رفته. اما در آیات دیگه که میگه اقیم الصلاه، اینجا باز دیگه به معنای چی به کار رفته؟ به معنای شرعی به کار رفته. معنای شرعی نماز، همین ارکان است که دوستا اونجا نماز میخونن. معنای لغوی چیست؟ دعا کردن. دقت کردیم؟ پس اگر شد که هر دوی از این معنا حفظ شود خیلی خوب. اگر بین از اینها اختلاف وجود آمد، معنای شرعی ترجیح داده میشه به نسبت معنای لغوی. و دیگه ای که ما به عنوان مؤمن به همه نصوصی که از جانب الله و پیامبر میاد ایمان داریم. به همه نصوص چی داریم؟ ایمان داریم. ولو گاه وقتا معنای یک نص را به صورت کامل هم درک کرده نتانیم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه عقل ما انسان‌ها و علم ما انسان‌ها محدود است و ناقص و خطاپذیر. آنچه را که الله متعال گفته ممکن ما فعلا ندانیم، اما انسان‌های 10 سال بعد او را بدانند. پس اگر ما معنای یک چیز هم نفهمیدیم، اول خب اون مفاهیمی که ما ملزم به ایمان آوردن به معنای از اون هم میفهمیم. خب بعضی از نصوصی وجود داره که ما ممکن امروز معنایش درست فهم کرده نتونیم، بازم به او ایمان داریم که از جانب کیست؟ از جانب الله متعال است. من یک دو نمونهش بر شما. در یک حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه، ظاهر از این حدیث یگان تا که نمیفهمید خلاف عقل و علم هم میدانست. عالم میفهمن که اوتر نبوده. میگه هنگاه غذای شما یک مگس است، شما اینو داخل غذا فرو برین بعد دور بندازین. به خاطری خود پیامبر میگن در یک مال مگس
مرض است، دبال دیگهش دوا. این پیامبر سلام چی وقت گفته؟ 14 قرن قبل. میگفتن که خب این پیامبر دیگه چیز؟ این پیامبر خلاف نزاوت است. یعنی پیامبر تا گفته شما میگین خلاف عقل است، این خلاف عقل است. در حالی که امروز طب امروزی ثابت میکرد که مگس عموم میکروب هایی را که با خود انتقال میده ضد عموم میکروب هم در خود مگس است. ضد عموم میکروب هم چی است؟ در خود مگس. حالا عقل بشر برای فهم این گپ چقدر عقب مانده بود؟ 14 قرن عقب بود. اگر یک کسی اینمی حدیث خلاف عقل میگفت، آیا حقیقتا گپ از این درست بود یا گپ پیامبر؟ گپ پیامبر درست بوده. دقت کنید، یا یک حدیث دیگه رسول الله میگه هرگاه در یک ظرفی سگ دهن خود زد 7 باری را بشویید، خب بار آخر با خاکی را با گلی را بشویید. دقت کنید، یک خیلی از مردم میگفت پیامبر چی رو تو گفته؟ خاک خود از یک میکروب است، باز چطور میکروب کت میکروب. علم امروزی ثابت میکنه که عمو لعاب دهن سگ عمو میکروب هایی را با خود انتقال میده که توسط آب و سایر مایع از بین رفته نمیتونه، با جز خاک. دقت کردین؟ حالا اگه کسی قبل از فهمیدن همین گپ به عنوان یک گپ علمی و عقلی حدیث پیامبر رد میکرد، آیا او حقیقتا علم بود و عقل بود؟ نه، این نفر خطا کرده بود. پس اگر موارد دیگه ممکن وجود داشته باشه، گرچه امیر رقم موارد تقریبا تا حدود زیاد تفسیر شده، علم بر ما این کمک را کرده که بفهمیم مفهوم از اینها را. فرض میکنیم اگر باز هم یک آیت یا یک حدیث صحیح از پیامبر بر ما برسه که معناش همین رقم بوده باشه، چی بگیم که از جانب الله هست. ما معناش نمیفهمیم، فعلا ما معنای از این نمیفهمیم و باز مکلفیت هم نداریم که حتما باید یک گپ بزنیم، بگیم نمیفهمیم، الله متعال خودش. خب خیلی موارد محدود ممکن تو چیز فعلا تا حالوز باقی مانده باشه. در گذشته ها بوده و پیشرفت علمی الحمدلله کل از اینها را ثابت کردن. نکته دیگه است که یک اصطلاح تخصصی خاص در علوم اسلامی مطرح هست به عنوان نسخ. یعنی یک حکم هست، یک حکم دیگه میاد، حکم اولی چی میکنه؟ باطل میکنه، نسخ میکنه براش. نسخ در احکام عملی واقع میشه، نه در احکام اعتقادی. نسخ در احکام اعتقادی واقع نمیشه که الله متعال یک بار بگه به این عقیده داشته باشین، باز پسان بگه نه این عقیده نداشته، این عقیده داشته باشین. نسخ در امور اعتقادی واقع نمیشه، بلکه تنها در امور عملی واقع میشه. دقت کنید و تفصیل از این هم بیان کرده بودیم. نکته دیگه، هرگاه ما به عنوان یک مسلمان در موضوع اختلاف کردیم، فیصله و حل منازعه خود به کجا باید ببریم؟ حل منازعه خود باید به کجا رجوع بدیم؟ به قرآن و سنت باید مراجعه بکنیم. این قاعده دیگه است. هر موردی که ما اختلاف کردیم، برای فهم و برای حل اختلاف خود مرجع ما فقط چیست؟ قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. و این از جمله لوازم و شرایط اساسی ایمان است، چون الله تبارک و تعالی در قرآن کریم میگه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، ای مؤمنین از الله و از پیامبر و از اولی الامر اطاعت بکنید. فان تنازعتم فی شیء، در چیزی که نزاع کردین، چی رقمی نزاع را حل بکنین؟ فردوه الی الله و الرسول، به الله و پیامبر مراجعه بکنید. به الله مراجعه کردن یعنی به قرآن کریم مراجعه بکنید، و به پیامبر مراجعه کردن یعنی به حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله مراجعه بکنید. باز میگه ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر، اگر به الله و روز آخرت ایمان دارین. پس قاعده دهم است که در هر موردی که ما نزاع کردیم به کجا مراجعه میکنیم؟ به کتاب الله و به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و تفسیرش را قبلا بیان کردیم. و نکته دیگه است که ظاهر نصوصی که در قرآن و سنت آمده قابل فهم است. ظاهر نصوصی که در قرآن و سنت آمده چی هست؟ قابل فهم هست. با وجود از این که بعض موارد ممکن ما حقیقت یک مفهوم درک نکنیم، اما ظاهر از معنای ظاهری از او را میفهمیم. ما مثال از این در مورد صفات الله متعال یا نعمت‌های جنت و عذاب‌های جهنم و سایر مفاهیم غیبی است. الله متعال در مورد خودش صفات خود بیان کرده. صفات خود بیان کرده. حالی که حقیقتی صفات الله چیست ما امروز رو درک کردن نمیتونیم. حقیقتی نمی صفات الله چی رقم است؟ الله تبارک و تعالی مثلا الله متعال علیم است، علم داره. علم الله مثل علم ما مخلوقات است؟ قطعا نیست. خیلی چی رقم است؟ ما نمیفهمیم. معنای الله متعال میگه ان الله علیم، الله متعال داناست. ما میفهمیم الله دانا هست، علم داره. با چی کیفیتش نمیفهمیم. اما با معنای ظاهریش ایمان داریم و همه صفاتی که الله تبارک و تعالی دارن. پس معانی ظاهری نصوصی که در قرآن و سنت وجود داره قابل فهم است. بعضی از موارد هم ممکن وجود داشته باشه که حقیقت او را ما امروز به خاطر
ضعف بشری خود درک کرده نتانی، اما به او ایمان داریم، به او ایمان داریم که از جانب الله متعال هست. و نکته 14 که امروز گفتیم سر از او بحث میکنیم همیست که ما به نصوص شرعی، به آنچه که به کلش ایمان داریم، به نصوص شرعی به کلش ایمان داریم، خب به کدامش عمل میکنیم؟ به اوش که محکم است. ولی ما نصوص شرعی را دو تقسیم بندی میکنیم: نصوص محکم و نصوص متشابه. نصوص محکم و نصوص متشابه. معنای نصوص محکم و معنای نصوص متشابه چیست؟ اول در قرآن کریم الله تبارک و تعالی بعضی وقتا قرآن کریم را معرفی کرده که آیاتش محکم است، در بعضی از آیات باز میگه که آیاتش متشابه است، در بعضی از آیات باز میگه که بعضی از قرآن متشابه است، بعضیشان محکم. پس معنای از این گپ چیست؟ خیلی از کسایی که مفاهیم درست آیات خدا را نمیدانند این امیر تناقض معرفی میکنن، امیر تناقض معرفی میکنن. ما گاهی وقتا که کتاب الهدین هم بحث کنیم امی آیات میاره میگه اینا متناقضن. شیخ بکتاش هم که کتاب الهدین بحث داره این مسئله را میفهمه. هیچ کدام از اینها با همدیگه در تناقض واقع نیست، بلکه هر کدامش در جای مشخص خودش معنا میده. مثلا الله تبارک و تعالی صفات قرآن کریم را بیان میکنه. مثلا الله متعال در صفات قرآن ذکر میکنه: الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم علیم. الف لام میم آیات است، این کتاب است که احکمت آیاته، آیاتش خیلی محکم است. محکم یعنی معناش واضح است، فهمیده میشه، پیچیدگی در او نداره. ثم فصلت بعد توضیح داده شده من لدن حکیم خبیر، از جانب ذاتی که حکیم است و دانا است. در جای دیگه میگه در مورد امی الله متعال میگه الله نزل احسن الحدیث. در اونجا آیات محکم گفته، در دیگه جای چی میگه؟ الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها. الله نازل کرده بهترین سخن ده، کتابی که متشابه است. در اونجا گفت محکم است، در اینجا گفت چی؟ متشابه. تفسیر معمولی است که معنای محکم او چیز را میگن که مفهومش واضح باشه، و متشابه چیز را میگن که مفهومش واضح نباشه. خب قرآن آیا محکم است مفهومش واضح است یا متشابه است که معنایش چیست قابل فهم نیست؟ این یک مفهوم. اما در او آیت دیگه که روز قبلی تفصیل از گفته بودیم، در اونجا باز الله متعال میگه هو الذی انزل علیک الکتاب منها آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات. ما آیات را نازل کردیم. هو الذی انزل علیک الکتاب، الله ذات است که کتاب برای شما نازل کرد. هو الذی انزل علیک الکتاب منها آیات محکمات، در بین از آیات محکم است. هن ام الکتاب، اینا اصل کتابان. و اخر متشابهات، و بعضی از اونها آیات متشابه است. خب مفهوم گپش چیست؟ مفهوم گپش چیست که اول معنای آیات قرآن کریم، ظاهر معانی آیات قرآن کریم کلش قابل فهم است، از ابتدای سوره هم تا الناس. هیچ آیتی را در قرآن نمیابین که معنایش نفهمیم. اما آیاتی وجود داره که حقیقت اونها را امروز ما درک نمیکنیم، کیفیت اونها را درک نمیکنیم. مثل که بیشتر گفتیم صفات الله تعالی، الله علیم است. کیفیت علم الله را ما امروز درک کرده میتونیم؟ قطعا نمیتونیم درک بکنیم. و منظور از متشابه چیست؟ منظور از متشابه است که ما حقیقت اونمو گپ را درک نمیکنیم، که الله متعال میگه و آخر متشابهات. این یک گپ. در این آیات دیگه که قرآن کلش متشابه است که میگه منظورش از چی متشابه است؟ منظورش از تشابه در تشابه است که معناش قابل فهم نیست، یا نه منظورش از مشابهت ظاهری در نوع بلاغت و فصاحت و کمال است. دقت کردیم در او آیات قرآن کریم که الله متعال میگه کل قرآن محکم است، کتاب احکمت آیاته، کتابی که آیاتش کلش محکم است. منظورش چیست؟ منظورش است که هیچ آیت در قرآن نیست که ما رو نفهمیم، هیچ قابل فهم برای ما نباشه. در دیگه جایی که میگه که الله تبارک و تعالی میگه الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها، الله کتاب است که راستترین سخن نازل کرد، کتاب. منظور از متشابه در اینجا چیست؟ تشابه در بلاغت و در زیبایی و در کلام و در حروف و در ساختار، در این موارد با هم دیگه بله مشابه است قرآن کریم. آیات مشابه خیلی زیاد با هم دیگه داره. و در او آیه قرآن کریم که باز الله تبارک و تعالی میگه که هن ام الکتاب و اخر متشابهات، در اونجا باز چیز منظورش از محکمات، در اونجا آیات است که هم معناش فهمیده میشه هم حقیقتش درک کرده میشه. و منظورش از متشابه او آیات است که معناش فهمیده میشه اما حقیقتش درک کرده نمیشه. دقت کردین؟ پس ما به قرآن کریم به صورت کلی ایمان داریم، به آیات محکم و به آیات متشابه.
برای فهم آیات محکم متشابه با کجا مراجعه میکنیم؟ با آیات محکم. برای از اینکه ما بفهمیم که حقیقت اینی آیه متشابه چیست، او را ارجاع میتیم با آیات که محکم است. مثلا الله تبارک و تعالی در مورد مثلا عرش صحبت میکنه، الرحمن علی العرش استوى. الله تبارک و تعالی در مورد وجه صحبت میکنه، کل شیء هالک الا وجهه. الله تبارک و تعالی در مورد ید صحبت میکنه، ید الله فوق ایدیهم. اما تو خیلی موارد دیگه. معانی این صفات چیست؟ معنای ظاهریش هم میفهمیم، معنای ظاهری وجه هم میفهمیم، معنای ظاهری استوا هم میفهمیم، معنای ید هم میفهمیم. حقیقتش چگونه هست؟ آیا مثل سایر مخلوقات است؟ قطعا نه. به دلیل چی؟ حقیقت از این ارجاع میتیم به این آیه خود قرآن کریم که الله متعال میگه لیس کمثله شیء. هیچ چیز مثل الله نیست، هیچ چیز مثل الله نیست. ولم یکن له کفوا احد. هیچ چیز همتای الله نیست. ولله المثل الاعلی. هیچ چیز مثل الله نمیتونه بوده باشه. دقت کردین؟ پس ما به این آیات که معنایش میفهمیم، حقیقتش درک نمیکنیم. برای فهم درک حقیقت از این ارجاع میتیم به او آیات محکم دیگه. الله متعالی صفات داره، بله. چطور؟ چون در قرآن آمده. چی رقمی است؟ همین که گفت چی رقمی است، میگم رقمش ما در دنیا درک کرده نمیتونیم، چون خود الله گفته لیس کمثله شیء. هیچ چیزی نیست که تو بگی الله مثل فلانی است، مثل فلانی، مثل فلانی. و به همین خاطر علما یک گپ میگن هرگاه در ذهن و تصور انسانی هم گاهی وقتا چیز به عنوان خدا بیاید، او خدا نیست. شیطان گاهی وقتا تو آدم فریب میده، شاید هر کس شاید شده باشه. دقت کردین؟ شیطان یک تصویر در ذهن ایجاد میکنه، میگه خدا شاید این رقم باشه. بفهمین که او خدا نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ما انسان ها محدود به حواس خودیم. هر چیزی که تصویر میشه حتما حواس ما با او مواجه شده. گاهی وقتا با خودش و گاهی وقتا مجموعه چیزهای دیگه چی میکنه، با همدیگه یک جای کنار همدیگه قرار میده، یک تصویر ایجاد میکنه. پس هر وقت در ذهن یک نفری، در تصور یک نفری چیزی از خدا ترسیم شد، او خدا نیست. چرا خدا الله متعال میگه لیس کمثله شیء؟ و این گپ گاهی وقتا فهمیدن از این گپ خیلی خوب است، به خاطر از اینکه گاهی وقتا شیطان یک ایده را در یک حالت خطرناک واقع میکنه که او بیخی در یک دیگرگونی واقع میشه. من چندین بار یک از جوانان از طریق صفحات اجتماعی از من پرسان کردن، میگه که مثلا من یک کار را میکنم، یک جمله نماز میخونم، یک دفعه در ذهن من شیطان یک گپ میاره که فلانی چیز خداست. یک گپ. یا مثلا من قرآن کریم میخونم، در ذهن من میاره که اوراق قرآن کریم چیز دیگه است. کلمات بیخی عجیب، او بیخی وضعیت او بشاره به حد شده بود که بیخی اذیتش میکرد. استاد من الان من دگاه وقت دل بشه خدا بکشه بیخی. من برش گفتم که خب گپ اینمی مفهوم گپ خوب بفهم. هر چیزی که در ذهنت شیطان ترسیم کرد و گفت که خدا این تو چیزی است، بفهم که خدا نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ما از محدودی حواس خود دور بوده نمیتونیم. به دلیل چی؟ به دلیل اینکه قرآن میگه لیس کمثله شیء. این چیزی را ما ندیدیم امروز که او مثل خدا بوده باشه. پس هر چیزی که در تصور ما آمد او خدا نیست. دقت کردیم؟ خب این را به صورت ضمنی گفتم. اما قاعده اصلی هم است که قرآن کریم آیات خدا گاهی وقتا محکم میگه، گاهی متشابه میگه. در بعضی جاها قسمتش محکم میگه، قسمتش متشابه. معنای از اینا با هم دیگه در تعارض واقع نیستن. معنای تعارض است. همون مردمایی که گفتیم مفاهیم خوب درک نمیکنن مفهوم تعارض نمیفهمن. هنگامی که دو کلام با هم دیگه ظاهرا اختلاف باشه اما تو برش موضع پیدا بکنی، این تعارض نیست. هنگامی یک مسئله با هم تعارض پیدا میکنه که برش موضع پیدا کرده نتونی. و دو جای در قرآن کریم هم شما پیدا نمیکنین که با هم دیگه چی داشته باشه؟ تعارض داشته باشه که برش موضع پیدا کردن نتونی. به همین خاطر یکی از دلایل صدق قرآن هم است ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. یک دلیل هم است، یک دلیل برای درست بودن قرآن کریم نیست که با هم دیگه اختلاف نداره. و اگر از جانب غیر الله میبوده او شما اختلاف زیاده پیدا میکنید. و در هر کتاب دیگه بشری هم وجود داره. شما هر کتاب بخونید دانشمند یک چیزی گفته، دیگه جای یادش رفته یک چیز دیگه گفته. در قرآن کریم تو چیزی وجود نداره. پس اگر کسی یک آیت را در تقابل با یک آیت دیگه میبینه، مشکل از او چیست؟ موضوع آیت خوب فهمیده نتونسته. دقت کردین؟ پس قاعده 14 از قواعد عقیده در نزد اهل سنت است که ما به همه آیات ایمان داریم، آیات محکم و آیات متشابه، به هر میش ایمان داریم. به همین خاطر الله متعال او آیه قرآن کریم که تفصیلش در روزهای قبل توضیح دادم میگه که هو الذی انزل علیک الکتاب منها آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه. کسانی که در دلشان کجیست
به دنبال آیات متشابه میرن. آیات محکم اعلام میکنن، آیات محکم چی میکنن؟ رها میکنن، به دنبال آیات متشابه میرن. اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تاويله. فتنه و تاویل نمیخواین. و اما ادامش ابتغاء الفتنه و ابتغاء و ما يعلم تاويله الا الله. حقیقت این آیات را کسی به غیر از الله نمیدونه. و الراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا. و راسخان در علم، کسانی که در علم به پختگی رسیدن، اونا چی میگن؟ یقولون آمنا به کل من عند ربنا، میگن ما ایمان داریم که همش از جانب چیز؟ از جانب الله است. و آیات محکم هم از جانب الله است. آیات متشابه هم از جانب چیز؟ از جانب الله است. آیات متشابه را اگر معانیش را نمیدانیم، معانیش ارجاع میتیم به آیات چی؟ به آیات محکم. اتنا نمیکنیم که آیات محکم ترک بکنیم و دنبال آیات متشابه بریم. ترک کردن آیات محکم و رفتن به دنبال آیات متشابه نشانه فتنه و انحراف فکری و اعتقادی یک نفر است. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه. کسانی که در دلشان کجیست به دنبال آیات متشابه میرن و تقریبا همه جریانات منحرفه می کار میکنن. تا جایی که ما مطالعه کردیم همه جریانات و دیدگاه ها و مذاهب منحرف برای فهم و استدلال به دنبال آیات متشابه میرن. هیچ آیات محکم استدلال نمیکنن. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله. به امی خاطر یک عده از مردم ببینین اصلا الله تبارک و تعالی قرآن برای چی نازل کرده؟ برای هدایت نازل کرده و هدایت قرآن خیلی واضح است. قرآن کتاب هدایت است و هدایتی که قرآن بیان میکنه خیلی واضح است. بازی سوال پیدا میشه که خیلی چرا مردم اختلاف داره؟ همیشه یک پرسان میکنن خیلی چرا مردم اختلاف داره؟ این کسانی که اختلاف ندارن به خاطر چی اختلاف دارن؟ این آیت جوابش میده. به دنبال آیات متشابه میرن. دقت کردین؟ این سوال گاهی وقتا به صورت عموم مطرح میشه. حتی گاهی وقتا ایده برای نقد خود اسلامی را مطرح میکنن که شما داداش دارین که الله متعال آخرین کتاب نازل کرده و کامل ترین کتاب است و این هدایت خیلی واضح بیان کرده. خیلی چرا اختلاف دارین؟ شما مسلمانان چرا اختلاف دارین؟ اما تو میگن این اختلاف به خاطر خود قرآن است؟ قطعا نه. این اختلاف در فهم انسان‌های مریض است که به دنبال آیات متشابه میرن. به همین خاطر حالا یک نفر پرسان میکنه خیلی چرا خدا آیات متشابه را نازل کرده دیگه؟ این سوال هم باید چرا الله تعالی آیات چرا نازل کرد؟ آیات متشابه نازل کرد. جوابش چیست؟ شیخ وسیل میگه چرا خدا آیات متشابه نازل کرد؟ توضیح بده دیگه. حالا کی بفهمه عربی بندازید؟ از این کده ساده تر، از این کده گپ ساده تر در خود آیت وجود داره. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه. بزرگترین نشانه هدایت نفر همیست که خودش بدانه که به دنبال چی باید بره. دقت کردین؟ خود اینمی آیت بزرگترین دلیل برای تفکیک حق از باطل است. دقت کردین گپ مرا؟ خوب دقت کنین. الله متعال چی میگه؟ الله تبارک و تعالی هم هدایت خیلی واضح بیان کرده و هم دلیل او کسانی که گمراه میشن را هم بیان کرده و هم نشانه بسیار واضحشان بیان کرده. بزرگترین نشانهشان چیست؟ اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه. دقت کردین؟ پس خود این آیت بهترین کمک کننده هست برای ما برای تفکیک انسانی که به دنبال حق است و برای تفکیک بر انسانی که در قلبش چیست؟ اما الذين في قلوبهم زيغ. در کردین ان شاء الله؟ دوباره تکرار میکنم. قرآن آیات محکم داره برای هدایت انسانها، دلایل واضح و صریح و قطعی را داره. خوب واضح گپ میزنه. این کار کرده. نکته دومش چیست؟ نکته دومش این را هم برای ما معرفی کرده که ما ببینیم یک نفری که این آیات محکم ترک میکنه و به آیات متشابه میره، خود این نشانه چیست؟ نشانه گمراهی است. اگر این را برای ما معرفی نمیکرد بازم در هدایت برای ما چی کرده بود؟ یک نقیصه گذاشته بود. نشانه آنها انسانهای منحرف را بیان کردن خودش بخشی از هدایت است که باید باشه. کب مرا فهمیدین؟ فهمیدید تو نمیگم شیخ؟ فهمیدی؟ نفهمیدی؟ چشمایتون فهمیدیم که نفهمیدی. تکرار میکنم. هو الذي انزل عليك الكتاب. هو الذي گفتیم کاش پروژکتور می داشتیم. این آیت خیلی آیت زیبایی است که خیلی ها این آیت خوب که درک نمیکنن. میگه که خود این آیت متشابه است. میگه خود این آیت چیست؟ متشابه، در حالی که خود این آیت بهترین معیار برای هدایت برای ما میده. ما امیر از خود آیت براتون بگم.
آیت 7 سوره آل عمران است. هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات. الله متعال برای تو کتاب را نازل کرد که بخشی از این آیات محکم است. هن الکتاب، همین اصل کتاب است. اصل کتاب چیست؟ محور اصلی قرآن کریم آیات محکم است، به صورت بسیار صریح حق از باطل جدا کردن. هن الکتاب، اصل کتاب هم است. درست؟ و اخر متشابهات. اخر یعنی بعضی، تعداد بسیار اندکی و محدودش متشابهات، آیات متشابه است. درست؟ تا اینجا فهمیدین گپا؟ خب آله فاما الذین فی قلوبهم زیغ، کسانی که در دلشان کجیز. گپا خوب بفهمن، خدا این تو گفته نه خیلی واضح است. اما در دل از این کجیز با دنبال این اصل کتاب رها میکنه، فیتبعون ما تشابه، میره با دنبال آیات متشابه. چرا؟ من ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویل. فتنه و تأویل را میخواد. دقت کردین؟ پس اگر یک نفر بگه خب الله بتال آیات متشابه نازل نمیکرد، پس ما نمیتونستیم معیار بر تفکیک هدایت و گمراهی داشته باشیم. دقت کردین؟ معیار بر تفکیک هدایت از باطل یا انسان‌های کجندیش و مریض چیست؟ همیست که ببینیم به طرف آیات متشابه و میخاطر عایشه رضی الله عنها میگه هر وقت دیدین که یک نفر به دنبال آیات متشابه رفت، بگذارینش که هلاک شده بود. دقت کردین؟ این کار را میکنه. خب و ما یعلم تأویله الا الله، حقیقت معانی این آیات را کسی نمیدونه مگر کی؟ مگر الله. ایده مردم همین آیات میخوان چی بسازن؟ متشابه میگن که و ما یعلم تأویله الا الله والراسخون فی العلم. راسخون در علم هم که آیات قبلی یک جای میخوانن، یعنی معانی آیات متشابه را کسی نمیدونه بجز الله و راسخون در علم. در حالی که اگر راسخون در علم را با الله متعال یک جا بگیرین، جمله بعدی را که از یک جا بکنین، غلط بودنش خیلی واضح فهمیده میشه. تو اگر کس بگه و ما یعلم تأویله الا الله والراسخون فی العلم یقولون آمنا به، الله و راسخون در علم میگن ما ایمان داریم به اونا. این غلط میشه معنای آیت. پس باید کجا وقف بکنیم؟ و ما یعلم تأویله الا الله، گپ خلاص. والراسخون فی العلم یقولون آمنا به. اگر الله را با راسخون در علم یک جا بکنیم چی؟ و الله والراسخون فی العلم یقولون آمنا به، الله میگه من به ایمان دارم. الله متعال نیاز به ایمان بین نداره. پس و ما یعلم تأویله الا الله، گپ خلاص. والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا. دقت کردین ان شاء الله گپ مرآل خوب گرفتیش گپ مرا شیخ تو. گاهی وقتا که یک نفری که تو یک رقم سعی میکنه را میفهمه که نفهمه. خب پس آیات قرآن کریم در اصل کلش محکم است و کلش هدایت است. حتی آیات متشابه معیار برای تفکیک چیست؟ معیار برای تفکیک هدایت است و معیار برای تفکیکی است که انسان گمراهی را از هدایت چی بکنه؟ تفکیک کنه. پس ما به عنوان مسلمان به همه نصوص وارد شده در قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان داریم و باور داریم که از جانب الله است و کلش حق است و کلش هدایت است. ولو ما در بعضی از مراحل خاصه به خاطر ضعف بشری و علم محدود ما معانی بعضی از آیات و احادیث اگر درک کردن نتونیم، بازم به ایمان داریم که از جانب الله است و حق است. به خاطر که ما چیستیم؟ ما ضعیفیم، ما بشریم، علم ما کوچک است. مثال بر شما گفت ده ها آیات و حدیث را انسان ها در اوایل معناش درک کردن نمیتونستن. ظاهرا فکر میکرد این خلاف علم و عقل است، اما وقتی که علم پیشرفت کرد، عقل انسانی رشد بیشتر کرد، فهمید که درست بوده. پس در اون مرحله ای که امو آیات و احادیث رد میکرد، در اینجا به حق بوده؟ به حق نبوده. آیا علم ما کامل شده دیگه امروز؟ علم بشری امروزی کامل شده؟ با وجود از اینکه حقیقتا پیشرفت‌های علمی بشر امروزی با استفاده از تکنولوژی بسیار سریع است و بسیار به اصطلاح سیلاساس، هنوز هم علم بشر در امور بسیار ابتدایی در حد بسیار پایینش قرار دارد. همه دانشمندان در همه رشته‌های علمی اعتراف میکنن که مجهولات ما به مراتب بیشتر از معلومات ما. همه دانشمندان بشری قطع نظر از علم در مورد دیگران، خیر در مورد خود وجود انسان، همه دانشمندان علوم تجربی به صراحت اعلان میکنن که مجهولات ما، یعنی چیزهایی را که نمیفهمیم، به مراتب بیشتر از چیزهایی که ما میفهمیم. دقت کردیم؟ پس ما در به اصطلاح سطوح اولیه از علم بشری در مورد هستی و خود انسان. قدیم بخواد یک مجموعه از دانشمندان غربی کتاب نوشته کردن انسان موجود ناشناخته. یعنی ما تا هنوز خود هنوز نشناختیم. حقیقتا خود نشناختیم. خیلی از ابعاد وجود انسانی تا هنوز پوشیده مانده.
این نشان دهنده چیست؟ ضعف بشری و محدودیت بشری و نقص بشری و می خاطر اگر بشر ادعا بکنه که کلی چیزا رو ما فهمیدیم میگه که محیدی بیا قبل دیگه بارن اصلا که همین گپ دیگه گپ قطعی است. گپ دانشمندان رو میگه که مطابق ذوق خودشان است. دانشمندان علوم تجربی هم که مطابق ذوق خودشان اینا روس میندازن، فقط از اونها رو میگیره و تعداد از اونها خیلی محدود است. با وجودی از همین چی میکنن؟ دعوا دارن که این چیزی که حسن نیست ما فهمیدیم دیگه کل چیز فتح کردیم و همین ادعا خودش در تقابل با علم است، در تقابل با عقل است و در تقابل با واقع است. هم علمی را رد میکنه، هم عقل و هم واقعیت موجود انسان امروزی و داشته ها و تجربیات از اینا بود. 14 قاعده از قواعد عقیده در نزد اهل سنت. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب